این بینای خاکسارانه اما آباد و زیبا با چنین یک گروه اتفاق متحد ژورنالیستان و ایجادکاران تعلق دارد که هنوز از سال 1931 تا این دم با گفتن حقیقت مشغولند و خود پشت پرده میمانند. اگرچه ایشان پیوسته توسط قلم و پیشنهاد مطلب‌های تحلیلی و تنقیدی کمبودی‌های ولایت را رفع می‌سازند و به درد مردم ملهم می‌شوند. باید گفت که شرط و شرایط کار و محیط ایجادی برای روزنامه‌نگاران این درگاه مخصوصاً جوانان خام‌آباد است و حق تلاش فراهم است. این را می‌توان با دلیل احسن و آفرین خواندن رهبریت ولایت و چهره بولیده کارمندان و سابقه‌داران ساحه مطبوعات که در روز تأسیس‌یابی کهنسال‌ترین روزنامه و این استان تشریف آورده بودند اثبات نمود. در این روز قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان، رئیس شهر باختر، نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران ساحه، روزنامه‌نگاران ورزیده و دیگر هیئت مهمانان از اتاق‌های کاری تازه آزاده و بر هوای اداره روزنامه ولایت ختلان دیدن کردند. تشکیل آثارخانه، گوشه نمایشی روزنامه و دستگاه‌های عکسبرداری، گلچین شعار و آویزه‌ها عاید به مطبوعات در راهروی اداره یکی از ایده خوب رهبریت آن بود که به دوستداران علم و قلم خوش آمد. چنانکه که رئیس ولایت ضمن صحبت با نمایندگان وسایط اخباری عامه ابراز داشت، فراهم گشتن شرایط خوب کاری مخصوصا به ایجادکاران امکان می‌دهد تا فعالیت خویش را در سطح بلند به راه مانند. ما سال‌های زیاد است که با این اداره در باب تجربه آموزی دانشجویانمان همکاری داریم و بسیار خرسند هستیم که مناسبت‌های ما، ارتباط ما با روزنامه ختلان بسیار نخ صورت گرفته است و حتی ختم کردگان ما در هیئت اداره روزنامه کار می‌کنند. اداره روزنامه ختلان برای دانشگاه دولتی باختر، برای پیش از همه کافدر روزنامه‌نگاری همچون مکتب تجربه آموزی است که در اینجا از ژورنالیستان موفق، ژورنالیستان تجربه دار و سابقه دار باز هم مهارت عملی کاری ژورنالیستی را می‌آموزند و ما بسیار خرسند هستیم که شاگردان ما امروز در صف ژورنالیستان روزنامه کار میکنند و این همکاری ما برای سطح بیشتر شدن ژورنالیستیک محل مساعدت میکند. پس از شناسایی از شرایط کارمندان روزنامه در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان همایش دایر گردید. همایش علمی عملی تحت عنوان نقش روزنامه ختلان در تطبیق سیاست دولتی در ساحه اطلاعات با تشبث روزنامه ولایت ختلان تشکیل یافته. در آن رهبریت ولایت، نماینده وزارت فرهنگ، سابقه‌داران مطبوعات تاجیک و اهل قلم شرکت ورزیدند. نخست قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان به سخن برآمده روزنامه ختلان را مکتب بزرگ ایجادی در ولایت نامید. او گفت ختلان نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان یکی از اولین وسایط اخباری چاپی این منطقه کلانترین کشور بوده. در صحیفه‌های خود تاریخ رنگین حیات ختلان زمین، مهنت شایسته مردم آن را بازتاب نموده است. در حقیقت این یکی از کهنسال‌ترین و قدیمی‌ترین روزنامه است که تمام حادثه‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی منطقه بزرگ کشور ما ختلان در صحیفه‌های این روزنامه درج شدند. گرچند که این روزنامه با نام‌های گوناگون در طول سالیان دراز به نشر رسیده است، اما هدفش یکی بود و او رسالت خود را انجام داد و امروز این روزنامه و نشرهایی که از این روزنامه باقی ماندند یک تاریخ زنده و یک تاریخ گویای منطقه ختلان هستند، وادی بخش هستند. در صحیفه‌های این روزنامه تمام تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در حدود 100 سال گذشته رخ داده است انعکاس یافتند. ناصر جان مامورزاده سرمحرر روزنامه نیز در نوبت خود به سخن برآمده از بردباری‌های اهل ایجاد روزنامه هم قدم زمان بودن نشریه خود سخن کرد. روزنامه ختلان هنوز سال 1931 فعالیت خودش را شروع کرده است با نام ضربداری ساختمانی و اخش و در سالهای گوناگون وابسته به تحولات زمان، وابسته به تغییر یافتن سیاست دولت و حکومت، موضوع این روزنامه، محتوای روزنامه تغییر یافت. آن پیش از همه در محو بیسوادی مردم، در معرفت نکنی اهالی، در وسعت دادن کارهای آبادانی، در تشکل افکار عامه سازنده مردم سهم بسیار هم ماندگار گذاشته است. اگرچه نامهای خودش را در طول تاریخ فعالیتش بارها تغییر داده باشد، هم رسالتش
تغییر نیافته است و رسالتش همان حقیقت‌نگاری با آستاب بی‌غرضانه و سری‌وقتی رویدادهای مهم ولایت ختلان می باشد. در فرجام همایش امروزه یک قطار کارمندان روزنامه ولایت ختلان و نشان سرسینگی علوچه مطبوعات جمهوری تاجیکستان، علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، سپاسنامه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان قدردانی گشتند. همچنین رهبریت ولایت به چندی از جوانان خوش‌ذوق و زبردست روزنامه شهادتنامه عضویت به اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را سپرد. همایش علمی عملی امروزه با معین و قدردانی گشتن غالیبان آزمون ولایت اعجاز استقلال جنبست گردید. در نتیجه گروه اجرایی فیلیال مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه در ولایت ختلان از روی نامیناسیون بهترین برنامه تلویزیونی غالب جای اول، خبرنگاران تلویزیونی ولایت ختلان جای دوم، اهل ایجاد تلویزیون جهانما در ختلان موقع سوم را سزاوار گشته و تحفه آزمون مقرر گشته سرفراز گردانیده شدند. در بخش مواد چاپی و اینترنتی روزنامه ختلان و مجله صفا با دیپلم درجه 1، خبرنگار روزنامه فرش جای دوم و روزنامه نوی ختلان جای سوم را سزاوار گشته قدردانی شدند.